تاثیر داره روی آره الان جلوتر صحبت آره مثلا آقا نه مامانم حالا حق داشته این کارو بکنه، بابام مثلا حق داشته مثلا که یکی مثلا کتک زدن خب خیلی چیز بدیه میدونیم امروز دیگه، یا مثلا چه میدونم ناظم مدرسه مثلا حق داشته مثلا منو بزنه. یه لحظه این حق داشتنا رو بذاریم کنار، راحت‌تر و هی نگیم همه چی خوبه. یکی این که ایگومون رو مهار کنیم، نذاریم روی آسیب همون سرپوش بزنه. ایگو دقیقاً یعنی چی؟ ببین باز هم میگم الان من کلیتش رو توضیح میدم، قطعا به اینا باز مفصل‌تر خواهیم رسید. ولی فروید توی انتهای زندگیش ساختار مغزی رو به 3 قسمت تقسیم میکنه: اید، ایگو و سوپر ایگو. سوپر ایگو رو بذاریم کنار، حالا سوپر ایگو بیشتر همون وجدان و اخلاقیات بخشی از ایگو، الان کاری باش نداره. اید خلاصش میشه بخش ناخودآگاه ذهنمون. یه ذره پیچیده‌تر از این داستانه ها. غرایزی که توی دوران کودکی برای ما شکل میگیرن به صورت موازی توی اید دارن حرکت میکنن. موازی یعنی چی؟ یعنی غریزه جنسی جلوی غریزه گرسنگی تو نمیگیره، جلوی غریزه خوابتو نمیگیره. اینا همه دارن با هم میام جلو. اگر اینو مثلا یه دایره تصور کنین، ایگو میشه اون سطحی که روی اید رو پوشونده برای مقابله با دنیای بیرون. ایگو میاد غرایزمون رو مطابق میکنه با اتفاقاتی دنیای بیرون داره میفته. مثلا شما اگر خوابت میاد نمیتونی 24 ساعت بخوابی، دنیای بیرون این اجازه رو به تو نمیده، تو باید پاشی زندگی کنی، کلی کار دیگه داری انجام بدی. پس ایگو غریزه خوابت رو تا حدی انطباق میده با محیط بیرون. شما اگر یه غریزه جنسی داری نمیتونی این غریزه جنسی رو با هر کسی ارضا کنی. ایگو میاد جلوی این غریزه جنسی رو میگیره و به تو میگه که نه، نمیتونی الان مثلا با این فرد این غریزه رو ارضا کنی، اجازه نمیده دنیای بیرون دیگه. این میشه خلاصش. حالا این ایگو به عنوان یک پرده و پوشش دقیقاً همونه. به خاطر همین داره میگه نذاریم آسیب هامون رو سرپوش روش بزنه. ما اون غرایزمون که داره سرکوب میشه یه جایی هست، حالا این برای بیماری‌های نوروزیس که میگه آقا ایگو توی دوران کودکی ضعیفه. وقتی ضعیفه یعنی کامل نمیتونه جلوی اون غرایز رو بگیره. وقتی نمیتونه بگیره چیکار میکنه؟ ازشون فرار میکنه، میذارتشون یه گوشه ذهن که بعدن کارل گوستاو یونگ میاد فلسفه فروید رو کامل میکنه، میگه اون گوشه‌ای که ایگو اومد غرایز رو توی اید گذاشت کنار، ما بهش میگیم سایه، که درباره توی تلگرام صحبت کردیم. اون غرایز رو میذاره کنار، بهشون اهمیتی نمیده. این غرایز همینجوری داره موازی میان جلو، این ایگو بهشون اهمیتی نمیده چون ایگومون ضعیف شده. چون که مثلا برام میگه بچه مثلا 16 ساعت میتونه بخوابه جدای از نیاز فیزیکی. آره دیگه من با اون کاری ندارم. ایگو هنوز اونقدر قوی نیست که بتونه جلوی اینا رو بگیره. هر موقع نیاز داشته باشه گریه میکنه. دقیقاً غرایز اید میزنه بیرون و نابود میکنه. حالا در آینده که میگه حالا بیماری نوروزیس و اینا، مثلا یک فردی که غرایز جنسیش توسط ایگو محدود شده رفته کنار، اون غرایز جنسی به صورت بد بروز پیدا میکنه، به صورت تجاوز بروز پیدا میکنه. اوکی. یهو میزنه بیرون. حالا داستان از چه قراره میگم، بگذاریم از فروید. فقط میخواستم بگم این ایگومونو اونقدری بزرگش نکنه که بتونه تمام غرایزمون رو روش پوشش بذاره و تمام آسیبمون از بین ببره. نه آقا، ما یه سری سایه ها داریم، یه آسیب هایی داریم و اینجا دقیقاً باید ایگو رو، اون پوشش رو بذاریم کنار تا اونجا که درو باز کنیم ببینیم تو سایه چه خبره. بچه کوچولوی من بیا ببین من چه زجری کشیدم. دقیقاً همون. این خلاصه ای حالا از فلسفه اید و این داستانه که در مقایسه با در مصاحبه فکر کنم بگم با نسخه جوان‌تر اون باید حواسمون بهش باشه. با این ارزیابیه حالا فهمیدیم چه نکات مثبتی تو کودکیمون داشتیم، یعنی پنداره‌های مثبت که ما الان بهش میگیم موهبت‌ها، و چه نکات منفی داریم یعنی خلأ‌ها. حالا که اینا رو شناختیم، حالا که فهمیدیم موهبت‌ها این خیلی کار سختیه تا همینجا ما صرفا داریم توضیحش میدیم. همین که ما به اینجا برسیم میتونم بگم از 90% افراد این جامعه جلوییم. بدونیم چه پنداره‌های صحیح. موهبت همون میشه نقاط قوت. آره نقاط قوت و نقاط ضعف. دقیقاً همین. حالا که اینا رو فهمیدیم، برای اینکه بتونیم اصلاحشون کنیم باید بفهمیم این موهبت‌ها و خلأ‌ها متأثر از چی بوده، که 3 تا چیز کتاب مطرح: والدین، رسانه و عشق اولیه. دقیقاً. والدین اصلا مهمتره خیلی. درباره الان میرسیم درباره رسانه تقریباً تو پیشگفتار گفتیم، حالا بازم اینجا ادامه میدیم. و درباره اولین تجربه‌مون از عشق، مهمترین قسمت اونجایی که عاشق چه کسایی میشیم. حالا میرسیم و میبینیم. والدین، ما اولین باره که در زندگیمون همیشه اون پدر، مادر، خواهر، برادر، چه بزرگ چه کوچیکا،
پدر بزرگ مادر بزرگ، حالا نسبت به اون تأثیری که از اقوام اینا میگیریم، اون احساساتمون رو اولین بار دریافت میکنیم. شما از مادر به عنوان اولین معلم زندگی اسم میبری، از پدر به عنوان اولین مرد زندگی که به تو عشق می‌ورزه، اولین حامی، پشتیبان، اولین حمایتگر صحبت میکنی، همینطور از برادر، خواهر و هر نفر دیگه ای. اولین ها مهمه. چرا؟ چون اینا هر نکته مثبت، محبت، هر نکته منفی، خلأ داشته باشن، احتمالاً به تو انتقال پیدا میکنه. شاید نمیگم به طور قطع. یعنی اگر پدر تو یا مادر تو آدمی هست که دست و دل بازه، به همه کمک میکنه، پول جلوی چشش به اونقدر نمیاد، سعی میکنه کمک میکنه دست بقیه رو بگیره، احتمال اینکه تو هم سعی کنی دست بقیه رو بگیری خیلی بیشتره. اصلا رو ناخودآگاه تاثیر میذاره. یعنی خودآگاه هم نشه این موضوع، تو ناخودآگاه در آینده آدم دست و دلبازی میشه. حالا این دست و دلبازی ممکنه نشونه خوبش باشه، ممکنه به صورت بد به عنوان ولخرجی مثلا نمود پیدا کنه، ولی آره رو ناخودآگاه قطعا تاثیر و ناخودآگاه تو یک الگویی میگیری از اون پدر، از اون مادر، و چون اولین الگوها هم خواهند بود، بله، تاثیرگذاریشون 1000 برابر نسبت به و ببین اصلا حالا درباره عشق، حالا باز میگم هم تو خود کتاب خیلی مطرح شد، هم حالا من خیلی داغش کردم، یه اصل فروید رو مطرح میکنه که دیگه همه شنیدیم دیگه، کسب توجه و عشق والدین، که میگن فروید مریض جنسی بوده و فلان. ولی خب حالا داستان که خود فروید هم اینجوری نبوده که بگه شما اینجوری که ما تو ذهنمونه مثلا میخوای غریزه جنسی رو با والدین ارضا کنی، نه، صرفا داره میگه تو دنبال کسب توجه و عشق والدینی. حالا اینا رو مجبور با سری نمادهای بیان کنه که حالا خیلی درست نیست، مثل عقده اودیپ و نمیدونم آره داستانایی که داره، ولی در کل میخوام بگم که حتی این اصل هم ما رو به این سمت میبره که ما مهمه برامون والدینمون عشقشون رو تصاحب کنیم. همین که عشق اونا رو به طور کامل تصاحب نمی‌کنیم باعث وجود خلاقه تو ذهنمون میشه. ببین ما قبل از اینکه وارد این دنیا بشیم توی یه محیط گرم و نرم و پر از امکانات و خونه تمیز بیا، خونه کثیف برو، هر لحظه ازت مراقبت بشه، یک پیوند دائمی با یه شخص دیگه داشتیم توی محیط رحم مادر. حالا یه لحظه شکل میگیره، به خودت میبینی داری از این محیط کنده میشی، داری پیوند، ببین دیگه اصلا بحث پیوند جنسی و این داستانا که نیست، پیوند دائمیه با اون آدم. تو عشقت به مادر دائمی، عشق مادر به تو 9 ماه مادر داره از بدن خودش میزنه برای اینکه به تو بده. دقیقاً. و لحظه که تو رو از بدن مادر جدا میکنن، برای چی نوزاد اینقدر داره زجه میزنه؟ بالاخره درد بدنی هم تا یه جایی دیگه داره زجه میزنه از محیط بیرون، چون از اون عشق بریده. و تو لحظه‌ای که دوباره تو آغوش مادر قرار میگیری آروم میشی، گریه میخوابه، اولین باری که از شیر مادر تغذیه میکنی آروم میشی، به خاطر اینکه دوباره حس میکنی اون پیونده داره میاد. ولی اصلا نکته تلخ ماجرا اینه که دیگه هیچ وقت اون پیوند اولی قرار تکمیل نشه. و به خاطر همینه که ما تو آینده خیلی وقتا دنبال افرادی داریم میگردیم که شبیه مادرمون باشن. این قضیه وابستگی که هم به مادر گفتی، بخوام خیلی ساده بگم، همین الان گوشیمون رو خاموش کنیم، بذاریم توی یه جای واقعا دسترسی بهش نداشته باشیم، ببندیم یا اصلا بشکنه، فکر کنیم دزدیدنش. آره 24 ساعت چه بلایی سر ما میاد، سر گوشی. دقیقاً. که نه ارتباط با دیگرانمون خواهد بود، نه میتونیم کارامون رو اوکی کنیم، نه برنامه‌ریزی. اصلا دنیا بیخبر میشی تو این دور. حالا تو فکر کن اونطور ارتباط عاطفی، چه خونی چه عاطفی چه حسی، همه چی قطع خواهد شد، قطعا کلی. میگم و تو هی داری میگردی در آینده که بتونی اون خلأ رو جبران کنی. میرسیم به این نکته که آدم در روابط به دنبال کسیه که اون موهبت‌هایی رو که داره بهش ارائه بده. دقیقاً. من داره یک موهبت‌هایی هستم، دنبال یک نفری هم که همون موهبت‌ها رو به من بده، و یک خلاهایی دارم، به دنبال یک نفراتی هستم که اون خلاها رو پوشش بده. هایی که داشتیم گفتم، ما اصلا تو قاعده اول و دوم داریم درباره این صحبت میکنیم که آقا ما خودمون باید این خلاها رو پر کنیم. نباید، نمیگم کسی نمیتونه اینا رو پر کنه ها، قطعا کسی خواهد تونست. نباید انتظاره رو داشته باشی از طرف مقابل. چقدر خوب به هم چفتش کرد جی توی این بخش نسبت به بخش قبل، چون بخش قبل همین بحث پر انتظار نداشتن از بقیه رو داشت مطرح میکرد و الان داره میگه که ببین تو یه خلاهایی داری بای دیفالت و به دنبال نفر خواهی. اصلا برای همینه آدما
پسرا به دنبال دختری هستن که وایب مادرشون رو میده، چون همون موهبت ها رو بهشون میده، همون خلاها رو پر میکنه. دخترها هم به دنبال پسر هستن که وایب پدر رو بهشون میده. بچه خواهش می‌کنم وایب ددی و شوگر ددی شوگر مامی اینجا نیستا، دارم بحث چیز میکنم، جدی داریم بحث میکنم که مثلا اون وایب حامی، اون وایب حمایتگر رو از اون پارتنرشون بگیرن. بریم سراغ بحث رسانه. ببین قبل اینکه بریم رسانه، این تمرینای کتاب من برام بگو و میگه که یک بار دیگه ببینیم خلأها یا موهبتایی که از والدین به ما رسیده چی بوده. چند تا جا رو میگه که مهمه. یکیش خاطرات کودکیه. میگه شما اگه ورود کنید به خاطرات کودکی، خیلی وقتا میفهمید کجاها خلاهای ایجاد شده، کجاها یه سری موهبت‌های اضافی مثلا از بقیه بهتون دادن. اینا رو میفهمی. چه میدونم درباره حمایت عاطفی والدین از چیا محروم شدیم، دوست داشتیم چه حمایتایی داشته باشیم. بحث الگو سازیه که والدین چه الگوهایی برامون داشتن، مثلا عشق خود والدین به هم خیلی مهمه. اگه مثلا مادر پدر دائم دعوا میکنن، این همین روی ما تاثیرگذاره. و عرضم به حضورت که حالا که اینا رو شناختیم، یه چند مرحله پیش میره تا اینکه اینا رو اصلاح کنیم. اول باید تشخیص بدیم که اصلا چه زمانی این پنداره‌های غلط باعث ما تو رابطه اشتباه کنیم. بعد به خودمون یادآوری کنیم که ما می‌خوایم چه آدمی باشیم یا چه آدمی نباشیم، از چه پنداره‌هایی جدا شیم، به چه پندارهایی برسیم. و اینکه اونو بخوام یه مانترا برای خودمون تعریف کنیم. مانترا معادل فارسی تقریبا میشه ورد. حالا منظورش اینه که هی پرسم بسم الله الرحمن الرحیم فلان، اینجوری نه. منظوری که برای خودم تکرار کنیم. می‌بینیم بحث ذهن ناخودآگاه است. تو ناخودآگاه بره که این کار غلطه یا این کار درسته، دیگه اون کار انجام نخواهید داد. یواش یواش کمش می‌کنیم و در نهایت به ترک کامل میرسیم. اما این نکته داره، توی مرحله کاهش دادن حتما اگر تو رابطه هستیم به اون پارتنر خودمون بگیم که داریم روی این موضوع کار میکنیم. مثلا شما مادرت، بذار اینجوری بگم، پدرت خیلی سر کار بوده. من دارم مثالیو میزنم که دیگه مثلا برای کل اکثریت جامعه باشه دیگه. خیلی سر کار بوده، وقت نمی‌کرده مثلا برای مامانت گل بگیره. خب چه می‌دونم، مثلا چیزی که به یادش باشه. این دارم مثالی میزنم که باز میگم باشه دیگه. مثلا گل نمی‌خریده برای مامانت. خب تو مثلا میری پارتنرت ازت توقع مثلا گل خریدن داره. خب تو به خاطر این پنداره‌ای که پدر هیچ وقت برای مادر گل نمی‌خریده، تو هم بای دیفالت اینه که این کارو نکنی. حالا که تصمیم گرفتی این کارو بکنی، اینو با پارتنر در میون بذار که من دارم روی این موضوع کار میکنم، بیشتر به یادت باشم. ببین گل خریدن مثل به یاد بودن دیگه، حالا به کادو دادنه. اینو گفتی یه خاطره یادم اومد. ما یکی از اقوام بابا ساکت باش، دارم داره چی میگه. بگو خاطره. کمان از پشت صحنه سوبر دوربین اومده دیگه. شوکیه خاطره. خب عرضم به حضورت که یه خاطری بود حرف بزنید. به خدا میبینی همه صداشون هم تو میکنه. آره به خدا صدات ضبط شد، مجبورت میکنم بیا اینجا جای من پیشی و اینو ضبط کنی. خب یه خاطری بود. یکی از اقوام رفت، خب خیلی مرسومه توی، حالا حتی تو ایران همچنان هستن، نگیم نیست، تهران کاری نداره، ولی بقیه استانا خیلی مرسومه که داخل استانی کلا سعی میکنن ازدواج بکنن و اصلا خارج استانی کار نمیکنن. آره. قبیله دیگه، قبیله واقعا قبیله. بعدش ما که از اقوام رفت مثلا، خب از یه استان دیگه زنگ گرفت. بعد ما مثلا بین خودمون کردا خیلی مثلا میخوایم یکی تحویل بگیریم، مثلا می‌بینی یه نصف بره رو میفرستیم براشون توی گوشت همش گوشت. آقا ما مثلا تو فکر کن یه یونولیت یه بره کامل گوشت درجه یک. بعد ما فرستاده بودم با اتوبوس برا مثلا این اقوام ما، حاجی این دختر اینو دیدود اصلا برگوش، حاجی این الان چه محبتیه مثلا. و ما میگم اصلا این و میگم این زبونه، میگم از طرف ما اینه مثلا تو فرهنگ کرد اینی که آقا این کارو بکن. خیلی عجیبه. آره این بحث پنداره هاست. آره و اون بحث برسیم، بحث داری بسیم فقط چیز بود والدین دیگه. آره اینو میخوام بگم. آره. به این نکته مهم اون تایمی که پارتنرمون رو میشناسیم خواهیم فهمید والدین اون هم بر اون چه تاثیر و این موضوع که میگه آقا حالا میتونیم طرف مقابلمون بشناسیم. خب بریم سراغ قدرت رسانه. رسانه کوفتی.